سلام دوستای نازنین، من در خدمت شما نازنینان هستم با طرز تهیه یک غذای اصیل هراتی، کیچیری گوشتی. اندازه دقیق مواد در داخل کپشن برای شما نازنینان نوشتم. برنجا چند بار میشوریم که آبی خوب زلال شه. و همچنین ماش ها هم چند بار میشوریم که پوستای اضافی رو بره. برنجا و ماش ها 1 ساعت زمان میدیم که نم بکشه و بعد 1 دونه پیاز نگینی خورد میکنیم. داخل دیگ بخار کمی روغن اضافه میکنیم و پیاز نگینی شده رو هم اضافه میکنیم تا رنگ و تله‌ای شه. گوشت ها رو به اندازه دلخواه خورد میکنیم و به پیاز ها که رنگ و تله‌ای شده اضافه میکنیم. پیاز ها و گوشت ها خوب با هم تفت میدیم. ادویه هایی که داخل کپشن برای شما نازنینان نوشته بودم به گوشت اضافه میکنیم. البته تمام ادویه ها نه، یک قسمتی رو. مثلا نصف درچین، نصف زردچوبه و همینطور نصف از هر کدام. نمک هم اضافه میکنیم و گوشت رو با ادویه ها خوب تفت میدیم. و بعد آب جوش اضافه میکنیم و سر دیگ بخار رو بسته میکنیم به مدت 35 تا 40 دقیقه تا گوشت خوب نرم شه. بستگی به دیگ بخار داره، شاید هم زودتر. و پیازهایی که ما این به داخل کیچیریا استفاده کنیم با رنده و یا هم با میکسر خورد میکنیم. داخل قابلمه‌ای که قرار کیچیریا رو پخته کنیم روغن رو اضافه میکنیم و 1 دونه کچالو هم ریز میکنیم. اگر دوست داشتیم، اگر نداشتیم میتونیم حذف کنیم. وقتی سیب زمینی ها سرخ شد، سیب زمینی ها از روغن جدا کرده و پیازها رو اضافه میکنیم. پیازها که کاملا رنگینا تیره شد، ماش ها رو اضافه میکنیم و خوب تفت میدیم. ماشا که خوب تفت خورد، ادویه های باقی مونده رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. وقتی که ماشا خوب تفت خورد، آب گوشت که از قبل آماده کرده بودیم رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم 3-4 دقیقه ماش ها بجوشه تا نیم پخت شه. و بعد برنج رو اضافه میکنیم. حتما در نظر بگیریم که آب کیچیریا نباید زیاد باشه، اندازه 1 بند انگشت که رو برنج آب باشه بسه، چون کیچیریا شعله میشه. به این مرحله که رسید حتما برنجا چک کنین، ببینیم که برنج خیلی سفت و دوندار نباشه. اگر که برنج شما سفت بود کمی اوجوش اضافه کنیم
و بعد گوشتایی که قبلا پخته کرده بودیم رو برنج میگذاریم و برنجا دم میدیم. 1 ساعت زمان لازمه تا برنج شما خوب دم بکشه. نوش جان.